یک تا کسی امنجا جمعیت به او گفت استاد به برارم گو میراث بوامونه پیما بر کنم. عیسی جواب داد ای پیا کی منه بین شما قاضی یا مأمور کرد تا میراث بین تو بر کنم؟ و به مردم گفت دلتون ندهی و هر نوع حرص و طمع دیری کنی، سیان که زندی آدم به زیادی مال و منالش نه. وسو این مسئله سی شو برد. زمین یه آدم پیلدار خیلی محصول داد. او پیا پیلدار پی خودش فکر کرد چه کنم؟ سیان که جایی سی انبار کردن محصول خودم ندارم. وسو پی خودش گفت دونم چه کنم؟ انبارا خامه خراب کنم و انبارا گفتری بسازم و کل گنم و اموال خامه می هنوز ذخیره بکنم. وسو پی خودم بگوام ای جون 30 سالا دراز محصول فراوو ورداشتی. ایسو آسوده زندی کن خور و نوش و به کیف بود. اما خدا به او گفت ای نادون همین امشو جونت گرفته بود. پاوچیایی که ورداشتی سیکی به منه. نادون او کسی که می دنیا مال و ثروت گرده کنه اما توشه سی آخرتش گرد نم کنه. اوسو عیسی به شاگردونش گفت به شما بگوام نگران زندی خودتو مبایی که چه خوره یا نگران بدن خودتو که چه پوشه. زندی از خوراک و بدن از پوشاک مهمتره. خلاقون سیل کنی نه به کارن نه دره بکنه، نه کادون دارن نه انبار. به کل هانو که گفتم خدا به هانو روزی بده و شما چغز با ارزشتر با هندونه. کی از شما که ترسه و پی دلنگرونی 1 ساعت به عمر خودش اضافه کنه؟ پر انجام ایتو کار کوچکی عاجزی سی چه نگرون باقی چی آهیسی؟ گلا و بهاریه سیل کنی که چطور گپ ببوین نه زحمت بکشن و نه بریسن. به شما بگم که حتی سلیمو هم پی کل شکوه و جلالش لف یکی اهانو آراسته نبیست. پر خدا علاف سحنانه که امروز هیو و صبا می تنیر به سبب و ایتو بپوشه نه چغزه بیشتر شامونه ای کم ایمونه. و دما یا مبایی که چه خوره یا چه نوشه، نگرون هنو مبایی سیان که مردم بی ایمو دما ایتو چی آین. اما بوی شامو دونه که به کل هانو نیاز داره، بلکه شامو دما پادشاهی او بایی که کل هانو هم به شامو دایه بده.